حضرت امیرالمومنان در اون نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسد در یک جایش گفته که فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی به ایدی الاشرار یکمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. مال این دین همیشه در دست اشرار اسیر واقعا من اینطوریه که با این دین فقط طبق هوا و هوس خود عمل کرده و همیشه با این دین دنیا را خواسته، وسیله طلب دنیا قرار داده. وقتی که آدم تاریخ اسلام خصوصا تاریخ صدر اسلام رو میخوانه واقعا خیلی چیزهایی برای انسان مکشوف میشه که چقدر در طول تاریخ از دین سوی استفاده قرار گرفته. در تاریخ آمده که بیشتر ما اینا رو خدمتشون عرض میکنم در شرح ابن ابی الحبیب چون جنبه تاریخیش اضافه و در هر مورد که آمده